هر سال در این شب و روز صدها نفر در شوگنو دست به زارشویی می‌زدند. برای این کار ساکنان تنها از ریاست مالیه اجازتنامه می‌گرفتند. اکنون ساکنان اجازت ندارند در نزدیکی کارخانه کارکرد طلا زارشویی کنند. ساحل یک زمان پر از آدم اکنون خالی است. ولی 2 سال پیش شماره زارشویان به صدها نفر می‌رسید. از سال 2020 وقتی که همین قانون جمهوری تاجیکستان درباره زارشویی به اصول دستی برآمد تا امروز برای ریاست مالیه 629 نفر مراجعه کردند. با خاطر تو برای سونم که سال 2020 وقتی که این قانون برآمد با ما 614 نفر شما سال 2020 مراجعه. اما در عمل شماره جویندگان طلا تا رفت کمتر می شود، زیرا مکان کاری آنها با منطقه حضرت زلالک محدود گشت. بسیاری آنها پس از قرار حکومت ترک این شغل کرده اند. از جمله یوسف سنگوف ساکنی کلوب که پیشتر زارشویی میکرد رو به مهاجرت آورد. افرادی که مثل یوسف به کافتن طلا مشغول بود میگویند هفته ها از حضرت زلالک ماشینی سنگ و شغل بیرون می آوردند اما کامیاب نمی شدند. در 2 سال پس از محدودیت شماره آنهایی که میخواستند زارشویی کنند به 15 نفر و در نیم سال گذشته به 6 نفر پایین آمده است. حضرت زلالک پایان زمینه‌ای که طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان باید ما کارکرد کنند و زمینه‌ای که از کارخانه‌های 6 کارخانه کار میکنن 15 نفر و این زمینه باید ما دست نرسونن. بعد که همین ماهیت فهمیدن دیدن که در پایان میکنه و فراخ نیست، اینا 629 15 نفر دیگه در 2 سال اخیر مراجعه کردن. مراجعت خلاصه چیزی در حوزه تنگ محدود کردن مکان کار این ساحه را که در حال رشد بود از بین برد. ساکنان میگویند زحمتی بیهوده کشیدن نمیخواهند. در جمعیت شوگنو ناحیه خاولینگ یکی از کانهای بزرگ طلا جایگیر است. هر سال در اینجا 6 شرکت با تکنیک به جستجوی طلا مشغولند. زارشویان انگشت شمار مانده اند.